واقعیت قضیه اینه که محیط خیلی مهمه که شما در چه محیطی زندگی کنی، در چه فضایی زندگی کنی. اما واقعا آیا برای تمام جوانای ما میسر هست بلندشن برن؟ به خاطر همینم یک اشتباهی بزرگی که میکنن اینه که خیلی هاشون مثلا میخوان به هر قیمتی شده برند. از ماست که بر ماست. کاری کردیم که نسل زد ما به خصوص تو ایران ما در این شرایط که میتونه دنیا ببینه دنیا چه خبره، نه نسل سرکشی باشه، این نسل باشه که راه نیاد. آدما اصولا دنبال بالاخره رفاهن بر اساس فطرتشون، دنبال ثروت، دنبال آرامشن، دنبال خوب زندگی کردنن. تو کتشون نمیره که تو بخوای اینا رو واقعا مجبورشون کنی تو این شرایط بمونن و زندگی کنن با این شعار که نباید مغزها برن. چی مغزها برن؟ خب میرن. تو باید اینجا رو آماده کنی برای اینکه این نسل سرکشی که واقعا حقم داره سرکشی کنه، حق داره اعتراض کنه، حق داره فریاد بزنه. میدونی شوخی نداریم که انسانن.